دوباره خوش اومدید. امیدوارم که تا الان اسم منو یاد گرفته باشید. اسم من جیم کویکه. من اینجام تا بهتون کمک کنم سرعت یادگیریتون بالاتر بره. من اینجام تا در این دوره مربی شما باشم. میخوام که 10 کلید باز کردن قفل ابرمغزتون رو با شما به اشتراک بگذارم. یکی از سوالاتی که زیاد از ما پرسیده میشه اینه که واقعا میتونیم حافظمون رو تقویت کنیم؟ چون حس میکنم خیلی سنم بالاست، یا اینکه ما خانوادگی حافظه خوبی نداریم. ژنتیک چقدر در تقویت حافظه موثره؟ جیم، تو میگی قدرت حافظه مثل سایز کفشتون تثبیت شده نیست، پس همه میتونن حافظه‌شون رو تقویت کنن؟ طبق تحقیقات اخیر مشخص شده که 1/3 از حافظه شما به بیولوژی مربوطه، یعنی به ژنتیکتون ربط داره. ولی خبر خوب اینه که 2/3 از اون کاملا دست خودتونه و به سبک زندگیتون مربوط میشه. من میخوام که باتون 10 جنبه از زندگیتون رو بررسی کنم که میتونید برای تقویت حافظه، عملکرد مغز، تمرکزتون و خیلی چیزای دیگه ارتقا بدین. خب در حال حاضر از شما میخوام که اینها رو بر روی یک برگه بنویسید. در یکی از درس‌های بعد میخوام بهتون تکنیک آموزش بدم که بتونیم این 10 مورد رو چه از اول به آخر و چه از آخر به اول حفظ کنیم. خب حالا این 10 کلید برای فعالسازی ابرمغز شما چیه؟ الان این 10 کلید رو بررسی میکنیم و در درس‌های بعدی عمیق‌تر هر کدوم مورد بررسی قرار میدیم. وقتی شروع به گفتن میکنم حتی یک مورد از اونها هم نیست که بخواین باهاش مخالفت کنید. به نظر من همه اونها با عقل جور در میان، ولی چیزی که هست اینه که همیشه به کار بسته نمیشن. اینطور نیست که همیشه به چیزی که با عقل جور در میاد عمل هم بشه. پس به عنوان مربی ابرمغز شما قرار نیست که فقط چیزهای جدید بهتون بگم. اینجام تا بهتون کارهایی که باید انجام بدین رو یادآوری کنم و تشویقتون کنم تا انجام این کارها رو در برنامه‌تون قرار بدین. پس همینطور که این 10 جنبه رو بیان میکنم، این 10 عنصر برای فعالسازی ابرمغز شما، ازتون میخوام که خوب فکر کنید. ببینید کدوم موارد رو نادیده میگیرید، چون ممکنه که یکی دو تا از این جنبه ها کاملا قدرت حقیقی ذهنتون رو آزاد کنن. پس آماده اید که بریم تو کارش؟ آماده اید؟ این هم از 10 کلید برای آزاد کردن ابرمغزتون. خب اولین کلید برای آزاد کردن ابرمغز داشتن رژیم غذایی مناسب برای مغزه. غذاهای مشخصی هستن که برای مغزتون واقعا خوب هستن و کمک میکنن تمرکز کنید. از طرفی هم باید از یک سری غذاها به طور جدی دوری کنید، چون باعث میشه که حواستون پرت بشه و پیش فعال بشید که در حقیقت مانع شفاف فکر کردن هستن. خب حالا چه غذاهایی خوب هستن؟ در این باره در ویدیوی بعدی صحبت کنم، ولی برای شروع بلوبری یکیشون هست. من عاشق بلوبری ام و بهشون میگم مغز میوه. آووکادو هم خیلی برای مغز خوبه. ماهی سالمون خیلی برای مغزتون خوبه. همینطور آب خوردن هم خیلی خوبه و یکی از خوراکی‌های مورد علاقه من شکلات تلخه. خب پس رژیم غذایی مناسب مغز داشته باشید، چون شما همون چیزی هستید که میخورین. عنصر دوم کشتن مورچه هاست. کشتن مورچه ها، حتما میپرسید که جیم واقعا از نظر علمی ثابت شده که کشتن مورچه ها باعث میشه مغزتون بهتر کار کنه؟ نه، مورچه مخفف افکار منفی خودکاره. افکار منفی خودکار عبارتی هست که دکتر دانیل آمن به کار برد. او بیش از 100,000 اسکن مغز انجام داد و به عقیده او افکار منفی خودکار میتونن به مغزتون صدمه بزنن. پس حرفایی که با خودتون میزنید خیلی مهم هستن، چون این حرفا مثل یک برنامه توی ابرمغزتون اجرا میشن. ذهنتون همیشه فال گوش ایستاده تا ببینه چی به خودتون میگید. اگر صحبتایی که با خودتون میکنید منفی هستن، مثل اینکه یادگیری من ضعیفه یا حافظه من افتضاحه، حتما آخرش کلمه فعلا بذارید. من حافظه خوبی ندارم فعلا، چون این کار نشون میده که امکان ارتقا وجود داره. پس از شر افکار منفیتون خلاص شید. این افکار منفی خودکار رو بکشید. کلید شماره 3 برای آزاد کردن ابرمغزتون ورزشه. ورزش کنید، چون تحرک بسیار مهمه. عملکرد بنیادی مغز شما تحت کنترل حرکاتتون هست. پس قانون ورزش اینطوریه که هر چی که برای قلبتون خوب باشه برای مغزتون هم خوبه. هر چی که برای قلبتون خوب باشه برای مغزتون هم خوبه. یعنی وقتی باعث پمپ جریان خون میشید، باعث میشید که اکسیژن بیشتری به مغزتون برسه و این مسئله برای اینکه بتونید شفاف فکر کنید و بهتر تمرکز کنید مهمه. افرادی که ورزش میکنن همیشه در آزمون‌های ذهنی بهتر عمل میکنن، تمرکز بهتری دارن و همچنین حافظه بهتری هم دارن. همونطور که دارم فهرست رو به جلو میبرم، ببینید کدوم موارد رو تا حالا نادیده گرفته بودید، چون در آخر از شما میخوام که این جنبه‌ها رو تقویت کنید. خب کلید شماره 4 برای آزاد کردن ابرمغزتون. مواد مغذی برای مغز. مشکل سبک زندگی مدرن اینه که ما همیشه عجله داریم و همش فست فود میخوریم و احتمالاً مواد مغذی لازم رو دریافت نمی‌کنیم. مواد مغذی که برای مغزتون مهم هستن تا بهترین عملکرد رو داشته باشین. چیزهایی هستن مثل ویتامین‌های گروه B،
چیزهای مثل امگا 3 که خیلی مهمه و توصیه میکنم یه آزمایش بدین. یه آزمایش خون ساده که توسط یک پزشک متخصص انجام بشه تا مشخص بشه در چه زمینه‌ای کمبود دارین و اگر نیاز هست مکمل مصرف کنید. خب این هم از شماره 4. کلید شماره 5 که به کمک اون میتونید ابرمغزتون رو آزاد کنید. گروه همسالان مثبت هست. گروه همسالان مثبت خیلی مهمه. همه ما این عبارت رو شنیدیم که میگه شما میانگینی هستی از افرادی که بیشترین وقت رو باشون میگذرونی. چون با هر کی که وقت بگذرونی همونطوری میشی. ولی آیا با افرادی وقت میگذرونید که انرژیتون رو تحلیل میبرن و اونقدر منفی هستن که شما رو کوچیک میکنن؟ خب من همیشه میگم که 2 مدل آدم داریم، افرادی که باتری دارن و افرادی که باتری ندارن، مثل اسباب بازی‌ها. افرادی که باتری ندارن سعی میکنن انرژی و حیات شما رو بدزدن. برای همین میگم که مواظب باشین با کی وقت میگذرونید. با کسایی معاشرت کنید که مشوق شما هستن، که شما رو به چالش میکشن، از پیشرفت و موفقیت شما لذت میبرن. افرادی که رویاهای بزرگی دارن. وقت گذروندن با همچین افرادی واقعا ارزشمنده. خب شماره 6. عنصر کلیدی شماره 6 برای باز کردن قفل ابرمغزتون چیزی هست به نام محیط تمیز. بذارید ازتون یه سوال بپرسم. وقتی اتاق و دفتر کارتون رو تمیز میکنید حس بهتری ندارین؟ یا وقتی که دسکتاپ لپتاپتون رو تمیز میکنید چه حسی دارین؟ وقتی هر چیزی رو روی صفحه سر جاش میذارین ذهنتون مرتب میشه. وقتی بیرون رو تمیز میکنید درونتون هم تمیز میشه. تمرکز بهتری دارید و شفافتر فکر میکنید. برای همین تشویقتون میکنم که محیط تمیزی داشته باشید. این هم شماره 6. خب میریم شماره 7. اگر مغز بهتری میخواین، اگر میخواین ابرمغزتون رو فعال کنید باید خوب بخوابید. ولی مسئله اینجاست که زندگی هممون پرمشغله است و برای همین بیخوابی و کمبود خواب یک اپیدمی شده. ولی شما برای فعال کردن ابرمغزتون به خواب نیاز دارید. وقتی میخوابید حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت تبدیل میشه. موقع خوابه که حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت تبدیل میشه. پس اگر حافظه بهتری میخواین باید خوابتون رو بهینه کنید و نمیتونید اون رو نادیده بگیرید. اگر دانشجو هستید یا دارین خودتون رو برای جلسه فردا آماده میکنید باید شب خوب بخوابید. شب بیداری خیلی مخربه و به حافظتون آسیب میزنه. مثل ساختن ماهیچه میمونه. ماهیچه‌های شما موقع ورزش ساخته نمیشن. اونجا شما ماهیچه‌هاتون رو پاره میکنید و ماهیچه‌ها موقع استراحت ساخته میشن. دقیقاً همین هم درباره مغز صادقه. طبق تحقیقات وقتی خوابین مغزتون شروع میکنه به پاکسازی ماده‌ای که باعث آلزایمر میشه. پس خوب بخوابین و در نهایت شماره‌های 8 و 9 و 10. عنصر کلیدی 8 برای باز کردن ابرمغزتون مراقبت از مغز هستش. اینو حتما داشته باشین، چون به عنوان کسی که تصادفای زیادی داشته و به سرش ضربه وارد شده میگم که این تاثیر زیادی روی توانایی یادگیریتون داره. من در یادگیری چالش داشتم چون مغزم ضربه خورد و بهش آسیب وارد شد. پس از مغزتون مراقبت کنید، از ورزش‌های خشن دوری کنید و همینطور جایی که لازمه حتما کلاه ایمنی بذارید. و اما شماره 9 و 10. کلید شماره 9 یاد گرفتن چیزهای جدید هست. نمیخوام نصیحت کنم چون به این موضوع آگاهید. برای همینم اینجایین، چون عاشق یادگیری هستین. فایده یادگیری مادام العمر اینه که عمرتون رو طولانی میکنه و به زندگیتون معنا میبخشه. مطالعه روی راهب‌های فوق‌العاده انجام شد و در مجله تایم چاپ شد. اونها از لحاظ فکری خیلی فعال بودن و به عمر خودشون افزودن. پس باید هر روز به انجامش متعهد باشیم. پس به یادگیری ادامه بدین و برای همین مهمه که حتی یک روز هم از دست ندین، چون پشتکار و مداومت قدرته. مداومت قدرت هر روز خودتون رو درگیر چیزهای جدید بکنید. و در نهایت شماره 10 معمولاً برای بسیاری از افراد نامرئیه، چون همیشه هست و حاضره. چون وقتی که یک ماهی باشی آب دور و برت رو نمیبینی و اون چیزی نیست جز مدیریت استرس. یکی از بزرگترین موانع مغز شما استرسه. وقتی در وضعیت استرس قرار دارین هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین ترشح می‌کنید. این هورمون‌ها برای موقع جنگیدن یا فرار مفید هستن، ولی اگر بخواید امتحان بدید یا سخنرانی کنید باعث میشه که بعضی از بخش‌های مغزتون خاموش بشه و باعث فراموشی بشه. برای همین مردم از صحبت در عموم وحشت دارن، چون به خاطر استرس زیاد ناگهان همه چی رو فراموش میکنن و به خودشون متکی نمیشن، چون استرس باعث این فراموشی میشه. خب اینا 10 کلید برای باز کردن قفل ابرمغزتون هستن. دوباره مرور میکنیم. شماره 1 رژیم مناسب مغز.
شماره 2 از بین بردن افکار منفی خودکار. شماره 3 چیه بلند بگید؟ ورزش، چون وقتی ورزش میکنید مغزتون فعال میشه. فعال باشید و مدام یک جا نشینید. نشستن زیاد به اندازه سیگار کشیدن خطرناکه. پس مطمئن بشید که فعالیت میکنید. روزانه حداقل 30 دقیقه به ورزش اختصاص بدین. شماره 4 مواد غذایی برای مغز. اگر لازم است مکمل‌های غذایی استفاده کنید. شماره 5 گروه همسالان مثبت. 6 محیط رو تمیز کنید. شماره 7 به اندازه کافی بخوابین. شماره 8 از مغزتون محافظت کنید. شماره 9 خودتون رو به یادگیری مدام العمر متحد کنید. و در نهایت شماره 10 مدیریت استرس. از یوگا، تمرین ذهن آگاهی، مراقبه، از اینها استفاده کنید تا استرستون رو کنترل کنید و سطح اون هورمون‌ها رو پایین نگه دارید. میخوام که این 10 مورد رو برای داشتن ابر مغزتون مرور کنید و به مواردی که پشت گوش میندازین توجه کنید و متحد بشید که روی اونها تمرکز کنید و اونها رو ارتقا بدین و تقویت کنید. خب ممکنه که خوابتون باشه یا شاید رژیم غذاییتون باشه، شاید هر روز تحرک ندارین، ممکنه مدیریت استرستون باشه یا اینکه خودتون رو به یادگیری بیشتر متحد کنید. ممکنه لازم باشه که از مغزتون محافظت کنید چون بدون کلاه ایمنی سوار دوچرخه میشین. به عنوان تمرین از شما میخوام که این 10 مورد رو به یکی از دوستانتون آموزش بدید یا اینکه میتونید این 10 مورد رو در شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارید و دیگران رو دعوت کنید تا ابرمغزشون رو فعال کنن. متشکرم که در جلسات حاضر میشید و تمام و کمال اجرا میکنه. جلسه بعد میبینمتون.